اگر گناه میکنیم منحصر به خودمون باشه، گناه رو تعدی و تسری ندیم. مبادا با برگزاری یک عروسی غیر اسلامی ما مروج برنامه های غیر دینی باشیم، با برگزاری یک تعزیه غیر صحیح ما بنیانگذار بدعت باشیم، با یک سری اعمال و رفتار غیر انسانی و غیر دینی ما مروج نباشیم. عزیزانی که در فضای مجازی کار میکنن حواسشون باشه، خیلی مواظب پست هایی که ارسال میکنید باشه. این انگشت ها بایستی وقتی در نماز بلند میکنی اشهد ان لا اله الا الله میگی، مواظب باشی با این انگشت بر علیه دین خدا مطلبی رو ارسال نکنی. بعضی عزیزان نخونده هرچی گیرش میاد ارسال میکنه. این انگشت ها روز قیامت شهادت میدن. ما مروج فتنه و فساد در جامعه نباشیم.